سلام، به پرانت خوش اومدید. مهمون این قسمت ما احسان عزیزی، هم بنیانگذار اول AI. آقای عزیزی خیلی خوش اومدید. سلام، ارادت ممنون که وقتتون در اختیار ما قرار سلام باشید. در خدمت هستم. شما الان کار اصلیتون چیه؟ ما در حال حاضر رو یه پلتفرم کار می‌کنیم به نام پلتفرم اول AI که یک پلتفرم تجمیع کننده مدل‌های هوش مصنوعی برای دسترسی ساده‌تر کاربرها به مدل‌های جدید و در واقع مدل‌های پرکاربرد هوش مصنوعی که بشه این دسترسی رو ساده کرد و اون مدل‌های مختلفی که وجود داره در داخل یک پلتفرم قابل استفاده باشه. این کلیتش حالا اگر بریم جلوتر خواستید. هدفتون چی بوده از توسعه این پلتفرم؟ اولی هدف خب ساده کردن دسترسی کاربر به مدل‌های هوش مصنوعی. چرا؟ چون که امروزه، یعنی تقریبا از 1-2 سال پیش که این جنراتیو مدل ها بسیار پیشرفت کردن و الان تقریبا ما اگر محاسبه کنیم هر 10 روز 20 روز کمتر از یک ماه مدل های جدیدی میاد که خودش این انقلاب ایجاد میکنه. مثلا این مدل دیپسیک که 1 ماه پیش معرفی شد و کلا بعد از اون سیستم کل مدل ها تغییر کرد، همه به سمت ریزنینگ رفتن و با توجه به این تغییرات خب الان یک فردی که میخواد استفاده بکنه از این مدل هایی که به روز هستن، اگر یک پلتفرمی باشه که بتونه آخرین ورژن این مدل ها رو بذاره و همه در داخل یک پلتفرم بذاره و با یک هزینه منطقی، خب این دسترسیش ساده تر میشه دیگه برای استفاده کردن. این یکی از همون راهایی که میشه در واقع یک هدفی رو برای کسب و کاری تعیین کرد، هرچند که خب اهداف زیادی داره ولی خب این یکی از شاید نکته اصلیش باشه. چی شد که شما رفتید سراغ کسب و کار مبتنی بر هوش مصنوعی؟ یعنی از اول کارتون تو همین حوزه بود یا نه؟ نه، واقعیتش تو یه حوزه دیگه‌ای بود که مرتبط به همین حوزه است. حالا چجور مرتبطه؟ تو زمینه بلاک چین و رمز ارز ما کار می‌کردیم، خودم و کوفاندر که الان با هم دیگه تو همین پروژه هم داریم کار می‌کنیم و بلاک چین. حالا من توضیح بدم که چجوری مرتبط هستن با هوش مصنوعی. ما باید اول بریم فلسفه کسب و کار رو بررسی کنیم. فلسفه‌ای که مثلا بلاک چین داشته، اصلی ترین ماهیتی که داشته غیر متمرکز بودن، دیسنترالایز بودن. خب همون زمانی که حالا مثلا زمانی که ساتوشی بیت کوین رو معرفی کرد و در واقع این وایت پیپرش رو منتشر کرد، اصلی ترین موضوعی که داشته این بوده که این پرداخت‌ها به صورت غیر متمرکز انجام بشه و این تراکنش‌ها به صورت غیر متمرکز، یعنی یک سازمان مرکزی نباشه که نظارت داشته باشه بر روی اون پول یا سرمایه‌ای که وجود داره. خب این تفکر غیر متمرکز بودن یک تفکریه که در آینده کسب و کارها حتما به سمت این میرن. حتی ما در شبکه‌های اجتماعی هم داریم می‌بینیم، یعنی بعد از اینکه شبکه‌های اجتماعی گسترش پیدا کرد، کل اون کسب و کارهایی که وجود داشتن به صورت غیر متمرکز و اهرم‌مانند تونستن خودشون رو بالا بکشن و دنیا دقیقاً داره به همین سمت میره. AI چه اتفاقی افتاده براش؟ AI هم داره تقریبا همچین کاری انجام میده. این مدل‌های اوپن سورس که وجود اومدن، خب این مدل‌ها یک مدلی منتشر میشه و هر کسی میتونه روی اون در واقع جی پی یویی که خودش داره، روی اون پردازنده‌ای که خودش داره، اینو ران بکنه و استفاده بکنه و حتی تغییراتی هم انجام بده داخل اون مدل. و این هم غیر متمرکز میشه. یعنی اون قدرت و اون انحصار از دست یک سازمان و یک کشور بیرون میاد و همه میتونن استفاده بکنن. این تلاقی فلسفه بلاک چین و هوش مصنوعی که اینها در یک نقطه به هم تلاقی پیدا بکنن. این یک تفاوتی که داره. حالا میگم به لحاظ ظاهری اینا مرتبط نیستن، اما کسی که علاقه به بلاک چین داشته باشه، فلسفه‌اش رو درک بکنه، علاقه به AI هم پیدا میکنه و خب ما همچنین علاقه رو داشتیم. بعد از اینکه در واقع حدود 6 سال جفتمون در زمینه بلاک چین رمز ارز کار کردیم، بعدش خب به سمت AI رفتیم و الان داریم که کار میکنیم. ما توی اپیزود اول فصل دوم پرانت مفصل در مورد هوش مصنوعی غیر متمرکز صحبت کردیم، در واقع ترکیب بلاک چین و هوش مصنوعی. خب این شد که شما رفتید به سمت توسعه محصولی یا یه خدمتی مبتنی بر هوش مصنوعی، درسته؟ محصولی که بگیم اگر به این عنوان که مدل هوش مصنوعی خودمون رو بخوایم بسازیم، خیر، به این سمت رفتیم اوایلش واقعیت و ما 1 سال پیش مدل پرسش رو خودمون توسعه دادیم، ولی واقعیتش اینه که به این نتیجه رسیدیم که بیفایده است و صرفه اقتصادی هم نداره. برای شما نداره. این برای ما منظورمه، یعنی که ما خب در داخل ایران محدودیت داریم، ما در زمینه پردازش محدودیت داریم داخل کشور و خب مسائل دیگه‌ای وجود داره که واقعیتش اینه که اگه بخوایم در این زمینه کار کنیم، یک مدلی رو بخوایم توسعه بدیم که رقابت بکنه با مدل‌های خارجی، نمیگم غیر ممکنه ولی خب شاید نشد باشه. برآوردی دارید از هزینه و زمان و نیروی انسانی که لازم داره؟ خیلی زیاده، عددش خیلی بالاست.
بستگی داره. مثلا شما الان این مدل دیپسیک که معرفی شد و اصلا رو چی اینقدر ترندش شکل گرفت، روی این بود که گفتن مثلا با 5 میلیون دلار اینو ترینش کردن، در صورتی که با 5 میلیون نبود. اون جی پی یو که استفاده شده، خریداری شده، خب زیر ساخت حساب نکردن. خب یعنی شما چند صد میلیون دلار لازم دارید که بخوای یه مدلی مثل اون، البته خب میگم اون تالنت هایی هم باید وجود داشته باشن که در داخل کشور که بخوان روی این کار بکنن. به همین خاطر خب حداقل چند صد میلیون دلاره و اینکه خب میگم اون تیم باید باشه، کار تیمی انجام بشه، اون تکنولوژی وجود داشته باشه و خب میگم الان ما داخل ایران به خیلی از سایت دسترسی نداریم، یعنی ساده‌ترین دسترسی وجود نداره. یک فرد که بخواد استفاده بکنه میتونه حالا مثلا با وی پی ان یا سیستم‌های دیگه بتونه از اون سایت استفاده بکنه، ولی برای یک سازمانی که میخواد در حجم بالا کار بکنه، اون تحریمی که وجود داره سخته بخواید که مثلا برای یک سازمان بزرگ این تحریم بخواید دور بزنید، ولی خب برای یک شخص شاید بشه. به همین خاطر شما فرض کنید یک مجموعه 100 نفره 200 نفره داخل ایران با چند صد میلیون دلار اگر بودجه داشته باشه، کارت گرافیکش وجود داشته باشه، بخواد این کارو انجام بده، باز هم به چالش‌های دیگه برمی‌خوره. خب پس شما اومدید دست گذاشتید روی این مسئله و سعی کردید اونو حلش بکنید. چجوری؟ خب ببینید، اون مورد اول که من معتقدم که ما در ایران نباید سمت ساخت مدل هوش مصنوعی بریم در حال حاضر. در آینده رو من نمیتونم صحبت کنم، ولی در حال حاضر منطقی نیست. برای کسب و کارها میگید، برای سازمان‌ها، برای همه ببینید، برای همه منطقی نیست. چرا؟ چون الان من اول صحبت بهتون گفتم که الان شاید هر 10 روز یک بار یک مدلی داره معرفی میشه یا یک ورژن جدیدی از یک مدل داره معرفی میشه. خب آیا ما میتونیم به این سرعت با این سرعت خودمون رو انطباق بدیم یا خیر؟ خب به نظر من جوابش روشنه، یعنی ما هنوز یک مدل خیلی پایه هم نتونستیم ارائه بدیم و به همین خاطر منطقی نیست. حتی برای سازمان‌ها حالا میشنویم جاهای مختلفی در جلسات مختلف که صحبت میکنن مثلا فلان سازمان خب مثلا چند هزار نیرو داره، میگه ما باید حتما مدل خودمون رو داشته باشیم به خاطر مسائل پرایوسی و حریم خصوصی که کاملا هم درست میگن، اما راه حلش واقعیت نیست که لزوما یک مدلی رو بریم ما برای ترینش، پری ترینش، فاین تیونش رو بخوایم انجام بدیم. این منطقی نیست، چون هزینه بسیار زیادی داره. بیش از مدل‌های اوپن سورس استفاده کرد، تغییراتی انجام داد، مختص اون سازمان مثلا لوکال استفاده برای لوکال استفاده. ولی یه نکته هست، بحث اینه که خب بالاخره این مدلایی که هستن با همه توانمندیایی که دارن شاید ظرافت‌های زبان فارسی رو درک نکنن و شاید توی بعضی از جنبه‌ها نتونن اون نیازهایی که ما داریم رو برطرف کنن. همینطور در مورد زبان عربی، همینطور در مورد زبان‌های دیگه. شاید لازم باشه ما توی مرحله، یعنی در مورد سازمان‌ها و شرکت‌ها صحبت نمی‌کنم، یعنی این پروژه خیلی بزرگتر از اینه که بخواد یک سازمان، یک شرکت حالا بزرگ یا کوچیک بخواد بره سمتش، ولی لازم باشه که ما حداقل یک بیس مدل فارسی داشته باشیم. اگه تا چند ماه پیش این سوال میپرسیدید میگفتیم بله، ولی به نظر من با این تغییراتی که همین یک ماه پیش اتفاق افتاد، الان ما مسئله خاصی تو زبان فارسی یا تا زبان دیگه نداریم. اینقدر مدل‌ها توسعه پیدا کردن و باهوش شدن و از دیتاهای زبان‌های دیگه دارن استفاده می‌کنن. میگم واقعش اینه که در طول همین یک ماه، یعنی استفاده‌ای که خودم شخصا انجام دادم در زبان فارسی کم و کاست خاصی واقعش ندارم. یه بنده خدا میگفت مثلا شعر میگه مثلا مثل فلان شاعر، هرچند که واقعش به اون مرحله نرسیدم، ولی خب 6 ماه دیگه میرسه، یه سال دیگه میرسه. ببینید بحث میدونید چیه؟ بحث اینه که ما در نهایت به اون مسیر میرسیم. یعنی مثل من اینو مثال میزنم، مثل یک سیلی که داره میاد، حالا نه به معنی منفی، مثل یک سیلی که جاری شده و این سیل در نهایت مسیر خودش رو پیدا میکنه. آب سیال دیگه، شما جلوش هم بگید از اون ور میره. یعنی یه مسیری که اتفاق میفته. AI یک مسیری که حتما اتفاق خواهد افتاد، هوشمند شدن حتما اتفاق خواهد افتاد، دیجیتال شدن حتما اتفاق خواهد افتاد، چه در زمینه پول، همون بحث بلاک چین بود، و چه در زمینه توسعه مدل ها. و این موضوعی که ما نمیتونیم جلوش رو بگیریم. به همین خاطر وقتی ما بیایم 2 سال آینده رو نگاه کنیم با این سرعتی که هست، ممکنه در زبان فارسی به حدی برسه که نمیدونم بگم در مثل فلان شاعر قدیمی شعر بگه، شاید حالا این درست نباشه، ولی شاید خیلی واقعا قوی باشه. یعنی در حدی که تمام نیازهای یک کاربر رو، یک دانشجو، یک استاد دانشگاه رو در زبان فارسی مطرحه. برای مقالات زبان فارسی تمام نیازها رو بتونه برطرف بکنه، اون کامپلکسیته هم خوب بیشتر بشه. به همین خاطر چون ما پیش بینی می‌کنیم که 1 سال یا 2 سال آینده این اتفاق قطعا خواهد افتاد، برای 1-2 سال خب نمی‌صرفه ما بریم خودمون هزینه کنیم. عرض کردم هزینه‌اش چند 10 میلیون یا چند صد میلیون دلاریه اگه یک مدل توسعه داده بشه. حتی برای فاین تیون ها هم حداقل چند صد هزار دلار هزینه داره. خب همون چند صد هزار دلار داخل ایران اگه حساب کنیم برای اون سازمان چند ده میلیارد تومان میشه.
خب باید محاسبه کنن ببینن میصرفه یا نمیصرفه، ولی عقد شخصی منه که نمیصرفه. عرض کردم ما خودمون سمت موضوع رفتیم و این رو پروژه کنسل کردیم. مدل پرسش یه مدلی بود که در واقع خودمون مراحلش رو انجام دادیم، هزینه هم کردیم، واقعا چند ده هزار دلار هزینه شد، ولی متوقفش کردیم. خب شما تو مسیر توسعه اولیه‌ای مشکلاتی هم داشتید یا نه؟ خب مشکلات خیلی، یعنی واقعیتش اینه که اولی که ما استارت زدیم یک فضای گنگی بود و اینکه حالا من اینو بگم باز کنم خودم که کلا AI یه روشیه که خودمون داریم این رو پیش میبریم. خودمون منظور من نیستم، منظورم کل سیستم در واقع کسایی که رو این حوزه دارن کار میکنن. یعنی یک اتفاقی که آیندهش رو کسی ندیده. فرض کنیم شما میخواید برید کارخانه فولاد بزنید یا هر نوع کارخانه‌ای که وجود داره. خب این رودمپش مشخصه، یعنی شما منابعتون مشخصه و دهه‌ها کار کرده و مشخصه که شما هدفتون چیه، بازارتون چیه و تکنولوژیش هم خب تکنولوژی مثلا قابل تغییری نیست، شاید چند دهه یک بار اون مثلا دستگاه‌ها ماشینا رو تغییر بکنه. اما AI نه، ما خودمون باید بازار رو بتونیم کشف بکنیم، خودمون پیش بینی بکنیم که در آینده چه اتفاقی میفته. مثلا همین مدل هایی که الان داره ارائه میشه، در آینده این مدل ها روششون تغییر میکنه. به این صورت نیست که دیگه فقط یک مدل بیاد و یک کار خاصی انجام بده. در طی 2 سال آینده همه مدل ها به احتمال زیاد به یک سطح بالایی از آگاهی میرسن، یعنی تفاوتشون دیگه جزئی میشه. خب اون موقع دیگه اصلا اکوسیستم تغییر میکنه و حتی ساختار اون بیزنس پلن هم تغییر میکنه. به همین خاطر اون چالشی که وجود داره چالش عدم آگاهی از آینده است، یعنی یک تردید نسبت به آینده است. و در این مسیر هم بگم که چه کسب و کارهایی میتونن موفق بشن، چه کسب و کارهایی نمیتونن موفق بشن. خب چند تا مثال بزنیم. فرض کنید یک شرکتی مثلا 500 نفر 1000 نفر نیروی کار داره. یک شرکتی هستش که هزینه‌های بسیار زیاد داره، درست درآمدش هم بالاست. خب ما اینجا کاری به درآمد نداریم. یه سازمانی یا یه شرکتی که داره فعالیت میکنه، حوزه‌اش هر چیزی که هست. هر چیزی که هست. خب یک استارتاپ مثلا 1000 نفری. خب تو ایران مثلا داریم دیگه، دارن فعالیت میکنن. یا در هر جای دنیا فرقی نداره، اصلا اینجا بحث ایران و خارج از ایران نیست. یک سازمان بزرگی داره در یک زمینه کار میکنه، زمینه فینتک کار میکنه. خب این میخواد وارد زمینه هوش مصنوعی بشه، یا اصلا نه، هوش مصنوعی اون کسب و کار رو تحت تاثیر قرار میده. ادغام هوش مصنوعی توی کسب و کار خودش، یا مستقیم باش مرتبط یا غیر مستقیم. آیا اون کسب و کار زودتر میتونه خودش رو وفق بده یا یک استارتاپ چند نفره؟ چرا؟ ببینید در سازمان ها بوروکراسی وجود داره، رتبه بندی وجود داره، خب، و تغییرات دیرتر لحاظ میشه. یعنی یک تصمیمی قرار باشه گرفته بشه، اولا در خود اون هیئت مدیره در بورد باید تصمیم بگیرن، خود اون زمان بره، تعداد زیاده، نمیدونم اتفاق نظر به وجود نمیاد و باید منابع تخصیص داده بشه و این بیاد به پایین و در اون پایین اون در واقع لایه پایینی، میانی و پایینی اجرا بشه. خب این خودش چند هفته چند ماه طول بکشه. اما در یک استارتاپ تیم اگه کوچیک باشه، همون لحظه میتونن تصمیم بگیرن، منابعشون رو تخصیص بدن و همون روز هم استارت بزنن. خب این چابکیه خودش یک پوان مثبت برای استارتاپ های کوچیک و یک پوان منفی برای سازمان های بزرگ. مورد دوم بحث تحمل ریسک. یک سازمان بزرگ، فرض کنیم که یک سازمان بزرگی میخواد یک کاری رو مثلا انجام بده، یک استارتاپ هم میخواد دقیقاً اون رو انجام بده، یعنی جفتشون میخواد یک کار مساوی انجام بدن. مثلا فرض کنیم مثلا توسعه مدل، خب جفتشون میخوان همین کار انجام بدن. برای اون سازمان بزرگه چقدر ریسک داره، برای استارتاپ چقدر ریسک داره. اون سازمان بزرگ اگر بخواد استارت بزنه، باید با چند برابر یا چند ده برابر هزینه اولیه اون استارتاپ استارت بزنه و ریسکش چند ده برابر اون استارتاپه. چرا؟ چون با مبلغ بالایی وارد میشه و شکستی که در اون سازمان بزرگ اتفاق میفته نتیجهش چندین برابر شکستی که در یک استارتاپ کوچیک اتفاق میفته. به همین خاطر اون قدرت تحمل ریسک در سازمان بزرگ پایینه. خب این 2 تا موضوع تقابل داره با اون اتفاقی داره میفته. AI یک بازی پر ریسکه، یعنی ریسک بسیار بالایی داره و نیاز به قدرت تغییرات بسیار بالایی داره. حالا من مثال میزنم، مثلا بچه‌ها میگم در زمینه کسب و کاری که در زمینه AI هست، باید مثل آفتاب پرست رنگ عوض کنید، مثل مار باید پوست بندازید.
این در زمینه مثلا اجتماعی خیلی جمله جالبی نیست، به طرف مثلا میگن که شما مثلا مثل آفتاب پرست رنگ عوض کنی، ولی در کسب و کار به نظر من باید اتفاق بیفته در زمینه ای آی. یعنی شما الان تصمیم گرفتی یک ماه دیگه باید تغییرش بدی، مجبوری تغییرش بدی. در یک سازمان بزرگ این تغییر دیر اتفاق میفته، گاهن چندین ماه طول میکشه. در یک استارتاپ هم روز میتونی تصمیم بگیری انجام بدی و هزینه فایده برای شما میصرفه. اگرم شکست بخوری اتفاقی نیفتاده. چند نفر بودین نهایتاً؟ شاید همون چند نفرم همشون خودشون کوفاندر باشن. این تو بقیه جای دنیا هم هست یا همه جا؟ این کلیتش هست در همه جا. اوپن ای رو نگاه کنید. اوپن ای یک سازمان کوچیکی بود. حالا این سازمان به اصطلاح غیر انتفاعی بود که ایلان ماسک کوفاندرش بود اون اوایل. خب این سازمان این شرکت، این استارتاپ در واقع بخوایم بگیم، یه استارتاپ کوچیکی بود به نسبت گوگل، مایکروسافت و حالا آمازون یا هر نوع شرکت دیگه. بسیار مقیاس کوچیک‌تری داشت. همین الان مقیاسش کوچیکه. اونجا که اطلاع دارم فکر کنم 600 نفر کلا هستن. اونم از پارسال اضافه شدن. کلا 200 نفر بودن. خب در مقابل چند ده هزار کاربری که گوگل داره مثلا. خب چه انقلابی ایجاد کرد. الان اوپن ای هر مدلی که میاره، مابقی شرکت‌ها و کمپانی بزرگ دنیا میخوان برن اون مسیر رو دنبال کنن. یعنی همیشه یک قدم جلوتره، اون تکنولوژی یک قدم جلوتره. چرا؟ چون که اینا قدرت اون تفکرشون متفاوت بوده، یعنی اون ساختار تفکری سنتی نبوده. اعتقاد داشتن که در ای آی چه اتفاقی میفته. 2 ریسک پذیر بودن. خب شخصی مثل ایلان ماسک کوفاندر بوده، خب مشخصه دیگه انسان بسیار ریسک پذیریه و کارهایی که کرده کلا یک سری از کاراش واقعا عجیب و غریب بوده. ریسک پذیر بودن. 2 تیم کوچیک بوده و مورد بعدی اینه که تخصصا روی یک موضوع کار کردن. یعنی اون تکنولوژی که توسعه دادن اختصاصا یونیکه برای خودشون، جای دیگه نمیتونی پیداش کنی در هیچ سازمانی. و الان تمام کمپانی‌ها دارن میدوئن که فقط به اوپن ای برسن. حالا این دیپسیک اومد بازی رو تغییر داد. خود این دیپسیک اومد واقعیتش اینه که طی همین یک ماه گذشته بازی رو تغییر داد و خودشون هم خب اعتراف کردن. خب خود آقای آلتمن گفتن که ما در مسیر اشتباه تاریخی ایستادیم. الان اینا میخوان برن سمتی که مدلشون اوپن سورس کنن و ببین یک بازیه که سرعت بالا لازم داره، قدرت تطبیق پذیری بسیار بالا. یعنی کسی که تفکر سنتی داشته باشه نمیتونه موفق بشه. اصلا تفکر سنتی در این دنیا دیگه اصلا جایی نداره. در این دوره میخوام بگم چه در زمینه بلاک چین چه در زمینه ای آی که اینها غیر متمرکزن. تفکر سنتی متمرکزه، نظارت میخواد انجام بده. تفکر غیر متمرکز یا تفکر غیر سنتی یا بخوایم بگیم تفکر مدرن، نمیدونم اسمشو چی بذارم، غیر متمرکزه. معتقده که باید اون نظارت حداقل باشه، یک پلتفرم توسعه داده بشه، خود کاربر بره اون پلتفرم رو توسعه بده، کاربر رو شریک بکنه در سود خودش، نه اینکه بخواد صرفاً به فکر منافع شخصی خودش باشه. بله یک کسب و کار، یک بیزینس نیاز داره که منافع شخصی خودش رو دنبال بکنه، چون اگر که درآمد نداشته باشه که ورشکست میشه که. اما این تفکر اگر وجود داشته باشه که اول و آخر فقط خود من درآمد داشته باشم و منفعت فقط برای خود من، برای سازمان من باشه، این تفکر سنتیه که به نظر من شکست میخوره. اما اگه بگیم نه، ما بیایم کاربر رو کامیونیتی تشکیل بدیم، این کامیونیتی بیاد شریک بشه، منافعش با منافع ما همسو بشه، خودش بیاد توسعه بده. اوپن ای رو کی اینقدر توسعه داد و در واقع تو تبلیغات کمکشون کردن؟ اگه خاطرتون باشه زمانی که جی پی تی 3.5 اومد، بین اون بازه 3.5 و بعد از اینکه جی پی تی 4 معرفی شد 5-6 ماه بعدش بود، دقت بکنید تو کامیونیتی که داخل توییتر مثلا تشکیل شد، خود این دیولپرها و برنامه‌نویس‌ها اومدن اینقدر معرفیش کردن. کی اومد معرفیش کرد؟ اینا کامیونیتی تشکیل دادن. این کامیونیتی تفکر بروز داشت، اوپن ای تفکر بروز داشت و اینا اومدن کمک کردن. جایی مثلا گوگل بایکوت شد، همین الان بایکوت میشه. چرا؟ چون اینها سازمان‌های سنتی هستن که حالا اون تفکر منفی هم داخل شبکه‌های اجتماعی هست در موردشون. گوگل که زمانی به عنوان یک از شرکت‌های پیشرو متفاوت شناخته میشد، در مقابل یک جای مثل اوپن ای آی سنتی محسوب میشه. بله میخوام بگم که ببینید اون جوه وجود داره که جایی مثل گوگل اون جوه وجود داره، بیشتر در خود فضای در واقع آمریکا که خودشون اونجا بیشتر استفاده میکنن، اینه که چون نظارت خیلی زیاد دارن، نظارت بسیار زیاد دارن، این تفکر کلا این دید منفی وجود داره. از طرفی هم خب چون یک سازمان سنتیه و با دیتا سر و کار داره، خب خیلی هم محتاط بودن. اما اوپن ای یک شرکت، یک استارتاپ جدیدی بود و با نگرش جدید، خود بردش اگه نگاه بکنی همشون تو دهه 30 فکر کنن، بعید میدونم بالای 40 سال خیلی داشته باشن، یعنی همون حدود 30-35 سالمون هم سن خودمون هستن. خب اینا ببین چه کار بزرگی انجام دادن. و میخوام بگم که پس در این بازی اگر بخوایم موفق بشیم، باید اول تفکرمون رو تغییر بدیم. اول یک فلسفه رو درک بکنیم،
یعنی ما تا فلسفه کسب و کار رو درک نکنیم هیچ وقت نمیتونیم در کسب و کار موفق بشیم. دو، تفکرمون رو تغییر بدیم. اگر تغییر ندیم قطعا نمیتونیم کاری بکنیم. باید بریم خب کارهایی که در زمینه سنتی در جواب میده، هرچند اونا هم تا دهه‌های دیگه تغییر میکنن. پس تغییر تفکر، شریک کردن منافع کامیونیتی با خود استارتاپ یا خود شرکت، این دوتا موضوع اصلیه که به نظر من برای کسی که بخواد در زمینه کسب و کار در این زمینه کار بکنه، زمینه‌ای که یا مستقیم با AI مرتبط باشه یا غیر مستقیم، حتما باید اجرا بشه. نشه شکست می‌خوریم. این واقعیتی که ما باید قبول کنیم. ما هم اگر نتونیم این کارو انجام بدیم قطعا شکست می‌خوریم. یعنی یک بازی 0 و 1 به نظر من. شما خودتون تو اولیه تیمتون چند نفره؟ ما ثابت بخوام بهتون بگم 2 نفر. خب آره، یعنی خودم و کوفاندر هستی اصلی کار رو انجام میدیم. چند نفرم هستن که به صورت فریلنسری کار میکنن برامون. ولی خب واقعیتش اینه که کارهای اصلی رو خودمون انجام میدیم. چرا میخواید در مورد این صحبت کنم که چرا میشه مثلا با 2 نفر کسب و کاری رو؟ الان سوال قبلش اینو بپرسم که چقدر کاربر دارید؟ میخوام بدونم اولیه چقدر استفاده میشه. بله، ما تقریبا 40 روز پیش به 1 میلیون کاربر ورودی رسیدیم که حدود 400,000 تاشون کاربر ریجستر شده بودن. الان حدود 500,000 تا رسیدیم بعد از حدود 40 روز. و اینا شخص حقیقی هستن؟ حقیقی یا حقوقی؟ حقیقی و حقوقی. شرکت ها هستن. بله، سازمان ها هستن، بله استفاده میکنن. ولی خب عموما خب حقیقی هستن که بیش از 95% هم داخل ایران دارن استفاده میکنن. ما بقیه فارسی زبانایی که در خارج از ایران هستن. خب با 2 نفر در مورد همین موضوعی که صحبت کردیم گفتیم که یک باید وقتی که شما اون طرز تفکر خارج از چارچوب باشه. ببینید چارچوب اینه که ما بیایم اول یک شرکتی رو راه اندازی بکنیم، بعد حتما یک مکان خیلی خوب اجاره در واقع یا اجاره کنیم یا داشته باشیم بخوایم استفاده بکنیم، هزینه‌های اولیه زیاد داشته باشیم و تمرکز رو تبلیغات بذاریم. این خب تفکر عادیه که وجود داره دیگه. یعنی الان با یک مدیر کسب و کاری صحبت بکنید یا یک در واقع مشاور کسب و کار صحبت کنید، نمیدونم شاید این مسیر رو بگه شاید هم نگه، اما خب این حالت دیفالتشه. اما در زمینه AI ما اون تغییر تفکر است که یک اینی که خارج از چارچوب باید فکر کرد، خارج از چارچوب و غیر متمرکز. این تفکر غیر متمرکز و تفکر خارج از چارچوب، یعنی چیزی که خیلی عرف نیست. عرف نبودن چیه؟ اینی که شما هزینه اولیه رو صفر کنید. یعنی شما اصلا نیاز نیست حتما اولش یک دفتر خیلی خوبی داشته باشید. هزینه اولیه صفر، رو تبلیغات هزینه تبلیغات تقریبا صفر، تمرکز فقط بر روی محصول. چرا؟ چون اگر محصول خوب باشه شما در بلند مدت اون کاربر به سمت شما جذب میشه و کاربر رو نگه می‌دارید داخل سایت خودتون. اما اگر نه، ما بیایم تمرکزمون رو تقسیم کنیم، مثلا 50% رو محصول، 50% روی مثلا تبلیغات یا مثلا موضوعات دیگه. خب اون کیفیت محصول پایین میاد دیگه. با تبلیغات کاربر جذب میشه، اما اون حسی که از کار میگیره حس مثبتی نیست. شاید یک مدت در داخل با شما همکاری کنه، بعد از یک مدت همکاریشو قطع میکنه و این ریزش اتفاق میفته و به مرور باعث میشه که شما دیگه در آینده مثلا برای یک ویژن 5 ساله یا 2 ساله نتونی به اون هدفی که میخواید برسید. اما اگر از همون اول بیا رو محصول کار بکنی و قید درآمد شخصی و درآمد خودت رو بزنی، یعنی شما با این تفکر بدی که من اصلا تا 5 سال آینده به فکر هیچ نوع درآمدزایی از این کسب و کار نیستم و واقعیتش اینه نباشید. حتی اگه خودتون تو به لحاظ شخصی هم تو وضعیت مالی مشکلی باشید، همه رو برای شرکتتون هزینه کنید، همه رو برای کسب و کارت هزینه می‌کنید. ببین خیلی سخته دیگه. یعنی خیلی سخته. شما فرض کن میتونی برای هزینه شخصی استفاده کنی ولی این کار انجام ندی. بری برای مثلا سرمایه‌گذاری کنی روی این استارتاپ رو برای 5 سال دیگه. مثل اینه که شما یه ویسی باشی بری روی استارتاپ سرمایه‌گذاری بکنی. شما الان این کارو کردید؟ ما دقیقاً همین کارو انجام دادیم. بله. یعنی ما از همون اول تمام هزینه‌ای که بوده، حتی هزینه شخصی که بوده، خودمون بوتسترپ کردیم و روی شرکت کار کردیم، روی توسعه محصول، افزایش کیفیت محصول. چرا؟ چون این افزایش کیفیت محصول باعث میشه که طی سالهای آینده کاربر بیاد و اون سودی که برای شما داره بعد از چند سال میاد، ولی خب یک سود پایداره. و اگر بریم کمپانی بزرگی که وجود داشتن در تمام دنیا اینها رو بریم گذشته اینها رو بررسی بکنیم، این تفکر از اول بوده. تفکر سختی ها، نمیخوام بگم شاید موفق نشید، یعنی سختیش اینجاست. شما الان میرید یا عالمه هزینه میکنید، عرض کردم خدمتتون، مثل اینکه شما برید روی یه ویسی باشی بخواید روی یک استارتاپ دیگه سرمایه گذاری کنید، به جای این میری روی استارتاپ خود سرمایه گذاری میکنید، با این تفاوت که دیگه خودت یا خودت. یعنی خیلی بخوام ساده خودمون بگم. آینده اولیه چجوری میبینید؟ یعنی ویژنتون چیه؟ شما الان رقبای زیادی هم دارید،
ایران. این کلیتش رو من بخوام بهتون بگم، همون موضوع بود که بهتون گفتم. ما هر اتفاقی بیفته خودمون رو تطبیق میدیم، این چاره دیگه نیست. این مارکت هم مارکتی که باید تطبیق پیدا بکنید. در مورد همون موضوع دیپسیک که بهتون گفتم، حالا اینجا نمیشه خیلی باز کرد چون واقعیتش اینه که طولانیه. قبل از اینکه دیپسیک معرفی بشه اصلا اوپن ای یک روش دیگه‌ای داشت، یعنی یک شیوه دیگه‌ای داشت دنبال می‌کرد. یک حساسیت زیادی روی در واقع کلمات گذاشته بود. قیمت APIش بسیار بالا بود. دسترسی بهش برای توسعه دهندگان سخت‌تر بود، گران‌تر بود. بعد خب اوپن سورس هم نبود دیگه، کلوز سورس بود بس. بعد از اینکه دیپسیک معرفی شد، خود همون اوپن ای که الان یک کمپانی فکر کنم حدود 700 نفر، دقیقاً نمیدونم، تا چند ماه پیش همین 600 700 نفر بودن. اومد تغییر نگرش داد. اومد اعلام کرد که من اشتباه کردم. هزینه APIش رو بسیار پایین آورد. یعنی اون مدل اووانی که وجود داشت الان مدل اوتری مینیه. یعنی قیمت API رو مقایسه کنید حدود 95-6% کمتره. یعنی فرض نگاه کنید 95%، 96%، حتی شاید هم بیشتر. قیمت APIش رو کاهش داده. خب این یکی از توانایی‌های تغییرپذیری در این فضاست که اوپن ای تونست انجام بده و دلیل موفقیتش هم همین بوده که تونسته تغییرات رو در خودش هضم کنه، بپذیره. فرض کنید نمیپذیرفت، خب دیپسیک که به صورت رایگان برای چت معرفی شد، APIش هم که خیلی ارزون بود. اون موقع ارزون ترین API بود که 2 هفته بعدش جمینای یه مدل پرو لایت آورد که اون از این ارزون تره، یعنی ارزون ترین مدل. حالا مثلا بعداً دوباره صحبت کنیم یا این ویدیو نمیدونم که پخش بشه، شاید یه مدل دیگه بیا از اون ارزون تر. می‌دونی چه میگم؟ اینا هر کدوم تاریخ مصرف داره. به همین خاطر مثلا من یه چیزی یادم میاد، این که یه زمانی سیم کارت یه کالای سرمایه‌ای بود تو ایران و بعدش کم کم با اومدن اپراتورهای دیگه رسیدیم این مرحله که حتی سیم کارت ها رو رایگان میدادن برای اینکه بتونن استفاده بکنن. اینجا هم فکر می‌کنم داره همچین اتفاقی میفته. آره، و حتی خب با سرعت خیلی بالاتر. یعنی سرعت اینقدر بالاست که یا باید تحت هر شرایطی شما تطبیق پذیری داشته باشید که همون سوالی بود که پرسیدید. ما تطبیق پذیری رو اولویت گذاشتیم. یعنی نباید تعصب داشته باشیم بگیم این کسب و کار هست، ما باید همین مسیر رو بریم. مثلا ما الان با هم دیگه صحبت کردیم که 6 ماه دیگه مثلا باید فلان فیچر رو بیاریم. خب 6 ماه دیگه می‌بینی اصلا اون فیچر یا زمانش نیست یا اصلا دیگه یه تکنولوژی جدیدی اومده. خب نباید اجراش بکنید. سخته ها، یعنی شما یه برنامه‌ریزی کردی به در واقع زمانی که به سر بزنگاه میرسی که انجامش بدی، اون موقع کنسلش کنی. بری فکر یه کار دیگه، یعنی یه فیچر دیگه انجام بدی. به همین خاطر این تطبیق پذیری واقعیتش سخته و خب باید اون تفکر و اون فلسفه کسب و کار حتما درک بشه. جایگاه خودتون رو بین رقباتون کجا می‌بینید؟ والا خب چون شما هم رقبای مشابه خودتون تیم‌های استارتاپی کوچیک هستن که دارن این خدمات رو میدن شبیه شما، هم سازمان‌های بزرگی که حالا به لحاظ منابع و متخصصین از شما تیمشون خیلی بزرگتره و ابزارهای مشابه شما رو دارن میدن به عنوان دستیاره هوش مصنوعی و خب اونم کاربرای خودشون دارن. یه جمله‌ای هست، حالا مثلا با یه عکس نشون میدن، 2 نفر دارن مسابقه 2 میدن، خب بعد اونی که جلوتره زمانی که دارن میدوئن به خط پایان برسن، اونی که جلوی داره نفر پشت سر نگاه میکنه یا مثلا عقب‌تره. نوشته که زمانی که تو مثلا مسابقه هستید، به جای اینکه به پشت سرتون نگاه کنید، به آینده نگاه کنید، به جلو نگاه کنید. و این موضوع هم در کسب و کار هست. درست آدم باید خب در نظر بگیره که مثلا در فضاهای دیگه چه اتفاقی میفته، اما اگر ما تمرکزمون بر کار خودمون نباشه جا میمونیم. یعنی این جا موندنه از این نیست که یک شخصی، یک در واقع شرکتی، یک سازمانی بخواد رقابتی انجام بده. خیر، این بازی چون فرق میکنه با بازی‌های دیگه، همون بحث تفکر سنتی بود دیگه با تفکر غیر سنتی، این بازی فرق میکنه. یعنی اینقدر اولا که بازار بزرگه، خب یعنی عموم مردم میتونن استفاده بکنن از این سیستم ها، یعنی عموم مردم تارگتن که استفاده بکنن، اون بیزنس میتونه که به همه ارائه بده اینها رو. خب یه جمعیت بسیار زیادی، اون یک، یعنی یک فضای بزرگی و برای تمام بیزنس ها خب اون فضای هستش. مورد بعدی اینه که اینقدر سرعت تغییرات بالاست، شما یا باید بیای به تغییر تکنولوژی تمرکز کنی، خودت رو با اون وفق بدی، یا بری مثلا با یک سازمان، یک شرکت دیگه خودت رو وفق بدی. خب با جفتش که نمیشه، میگه با یه دست نمیشه 2 تا هندوونه برداشت. یعنی واقعیت
اینجا هم همین داستانه. خب ما باید چیکار کنیم؟ بریم با تکنولوژی رقابت کنیم. یعنی به تکنولوژی باید نگاه کنیم. اون نگاه فقط باید با تغییر تکنولوژی همسو باشه، نه اینکه مثلا جای دیگه داره چیکار میکنه. و این میگم این تفکر واقعیتش این سخته ها. الان مثلا این موضوعی که به شما گفتم در کورسای ام بی ای که اگر بگید مثلا اساتید صحبت میکنن، خب میگن شما باید حتما رقیب آنالیز بکنید. یعنی این کاملا خلاف اون بحثه. خب نمیخوام بگم اون اشتباهه یا اون درسته، اما در این زمینه به نظر من اون شاید خیلی کارایی نداشته باشه. باید اون تمرکز و اون آنالیز صرفا روی اون تکنولوژی، چون تکنولوژی تغییر میکنه. الان ما داریم صحبت میکنیم از این در بریم بیرون، شاید یه اتفاق دیگه بیفته. این در همین حد، یعنی فردا شاید یه مدل دیگه معرفی بشه اصلا با یه قدرت دیگه. الان بعد از اینکه دیپ سیک معرفی شد، کلا تم رفته روی مدل های ریزنینگ. یعنی هر کسی یه مدل جدیدی آورده، این مدل رو به ریزنینگ تبدیل کرده که اون قدرت تفکر عمیق رو داشته باشه. ریزنینگ همون مدلایی هستن که بعد از یعنی یک تفکری انجام میدن، بعد از چند دقیقه یا چند ثانیه یکم دیرتر جواب میدن، ولی خب اون پاسخ چندین بار رد و بدل میشه، باعث میشه که یک پاسخ دقیق تری، مثل اینکه مثلا شما یک سوال از من بپرسید، من 1 دقیقه 2 دقیقه فکر کنم بعد به شما پاسخ بدم، و یا اینکه در آن واحد به شما پاسخ بدم. خب اون پاسخه که پشتش تفکر بوده ممکنه دقیق تر باشه. خب الان تم رفته رو این. حالا تم بعدی رو چی میره؟ من حدس میزنم روی افزایش کانتکست لنس خروجی یا ورودی بره، که الان هم داره اتفاق میفته. الان ورودی ها که تا 2 میلیون رفته. خب گوگل تا 2 میلیون، شما تا 2 میلیون توکن میتونید ورودی بدید. خب اما خروجی رو 16 کا هنوز محدود، چون هزینه‌اش خیلی زیاده. الان 8 و 16 هستن که فقط اوپنی 16 داره ارائه میده، و چون هزینه بسیار بالایی داره یه خورده‌ای دیرترش اتفاق بیفته. ولی من حدسم اینه که بعد از این دوره، یعنی مثلا شاید این دوره مثلا شاید 2-3 ماه 4 ماه طول بکشه، بعد از این دوره شاید تمبر رو همین مثلا مدل هایی که شاید 10 میلیون مثلا ورودی داشته باشه توکن، یا مثلا خروجیشون برسه مثلا 128، خروجی برسه 68. خب شما مثلا برسه 128 میتونید باشه مقاله هایی مثلا تیکی تیکی مقاله باش چاپ کنید، تیکی تیکی مثلا باش بتونید کتاب چاپ کنید. خب خیلی تغییر میکنه. و حالا بعد از اون ببینید چه اتفاقی میفته. یعنی قدرت هوش بیشتر میشه و این تطبیق پذیری میخواد. کسی که نتونه خودش رو تطبیق بده قطعاً از این بازی حذف میشه و هیچ استثنایی هم نداره، هیچ تعارفی هم با هیچ کی نداره، ممکن هر کسی حذف بشه. خب در مورد خود اولیه‌های فیچر جدید در دست دارید که ممکن باشه وقت اضافه کنید به پلتفرمتون؟ آره، ما الان در حال حاضر واقعیت اینه که اون برنامه اصلی که داریم هنوز اجرا نشده، یعنی اینها همش یک پایه است. چون من تجربه خودم اینه که بالاخره سیستم تقریبا به سادگی تمامه و فیچرها هم که هست، حالا به جز 1-2 مورد بقیه همون چیز معمولی هست که از خود سرویس اصلی قرار باشه استفاده کنید. شاید تنها فیچری که شاید مثلا خیلی جدی بشه گفت اینه که شما توی یه چت میتونید همزمان مدل هاتون رو سویچ بکنید، یعنی یکی از ویژگی‌های خوب اولیه‌ایه. و فیچر سرچ رو دارید که یعنی مدل میتونه وصل به اینترنت و دیتای روزانه. اونم دیگه عادی شده. اونم دیگه الان عادی شده، ولی زمانی که شما استفاده کرده بودید نبود. ولی خب سیستم های مشابه خارجی مثلا u.com یا سرویس های دیگه مثلا مثل مونیکا، اینها که خب یه مقداری فیچرهای اضافه تری دارن. برنامه‌تون چیه تو این حوزه؟ خب همین ببینید، اینو کاملا من قبول دارم. الان خب چون دسترسی به مدل ها ساده تر میشه، خب باید ما هم تطبیق پیدا بکنیم. این چیزی که وجود داره یک پایه است، یعنی یک کار عمومی که همه بتونه انجام بدن، یعنی یک در واقع دسترسی عمومی. خب این یک. حالا بخش توسعه دهندگان که جداست و تخصصی که اونجا طی چند ماه گذشته در واقع تمرکز ما رو توسعه دهندگان بوده. توسعه دهندگان هم چون بیشتر افرادی که تخصصی کار میکنن و همین خاطر خیلی به اصطلاح جای راجبش صحبت نمیشه. آره، یعنی اون شخصی کار میکنه متوجه میشه و واقعاً تغییرات زیادی داشته. اما در بخش خود گفتگو از این حالت باید تغییر بکنه و باید تغییر بکنه، الزامه. این اگه تغییر نکنه خب از جاهای دیگه میشه استفاده کرد. خب شاید هم حتی مثلا راحت‌تر بشه دسترسی پیدا کرد. به همین خاطر ما به سمت یک سری تغییرات داریم میریم و تمرکز اصلی هم میره روی ایجنت ها. یعنی ترندی که در سال 2025 داره شکل میگیره رو ایجنته. یعنی تقریبا کاری که مثلا u.com کرده. آره، سایت مختلفی هستن که انجام میدن. بله، مثلا سایت مختلفی هست که الان روی ایجنت دارن تمرکز میکنن ولی هنوز به بلوغ نرسیده. ایجنت حالا مثلا اوپن‌ای یه حالت محدودش رو فعلا آورده، ولی خب ایجنت چیکار میکنه؟ شما میتونید بهش بگید، خودش میتونه کارهای مختلفی انجام بده.
یعنی فرض کنید یه ایجنت مرکزی وجود داره، یک مدل مرکزی وجود داره، حالا به روش مختلف. یه روشش اینه، یه مدل مرکزیه و مثلا 10 تا مدل دیگه هم هستن که این مدل مرکزی به اونها میگه مثلا هر مدل یه کار انجام میده. یکیش مثلا کار ریاضیات انجام میده، یکیش کار مثلا منطق انجام میده، یکی کار مثلا تو زمینه ادبیات انجام میده، یکی مثلا به سایتت متصل میشه، یکیشون میره مثلا نون سفارش میده. خب و هر کدوم یه کاری انجام میدن. خب اینا مدل مختلف. شما فرض کن 10 تا مدل داری، هر مدل در یک زمینه تخصص داره، این تمرکزش روی یک در واقع تخصصه. خب یه مدل مرکزی هم هست، شما ورودی رو بهش میدید، این مدل مرکزی میره خودش با تمام اینها رفت و برگشتی صحبت میکنه، هر کدوم وظیفه خودش رو انجام میده میفرسته مرکزی، دوباره وظیفه خودش رو انجام میده میفرسته مرکزی، این مرکزی آنالیز میکنه و یک نتیجه نهایی، کار نهایی انجام میده برای شما. مثلا میره داخل سایت برای شما مثلا بلیط پرواز رو رزرو میکنه، به شما اطلاع میده. خب این بهش میگه ایجنت و ترند امسال هم سمت همین میره و ما هم باید به سمت همین بریم، وظیفه ساختش رو داریم فراهم میکنیم و حتما به این سمت خواهیم رفت. یعنی تو ذهنتونه که یه پلتفرمی اضافه بشه به این سیستم که بتونیم اونجا ایجنت بسازیم، مثلا یه چیزی شبیه فلو وایز یا مثلا لنگ فلو، اینا که میچینیم یا نه به صورت ساده تر؟ بستگی داره. خب اون چیزی که ما تو در نظر داریم، ببین دو تا حالت داره. یکیش اینه که خودمون بریم ایجنت توسعه بدیم، اون راه اول. راه دوم اینه که نه، ما یک پلتفرمی رو آماده کنیم، کامیونیتی کاربرها بیان خودشون ایجنت توسعه بدن، مثلا یه پلتفرم درگ اند دراپی باشه که خیلی راحت بتونن. خب نه، ببین خود کاربر، ببین دو تا حالته. یکیش اینه که خودمون بیایم ایجنت توسعه بدیم، مثلا بیایم بگیم فلان ایجنت رو ما ساختیم بیاید استفاده کنیم، اون یه راه. چیزی که الان هست تقریبا هست. مثلا میگن این پلاگین رو فعال بکنید، مثلا کپی رایتره، یا این یکی رو فعال کنید نقش محقق رو میتونه بازی کنه. درسته. یه چیزی که شما نوشتید گذاشتید که میتونه پرامپتایی که ما بهش میدیم رو با اون سمت و سو اجرا بکنه. حالا یکم پیشرفته تر از اون دیگه، چون در واقع ایجنت ها پیشرفته تر از این هستن. یکیشون راه دوم اینه که نه، ما یک پلتفرمی رو آماده کنیم، خود کاربرها بیان خودشون ایجنت بسازن، با همدیگه به اشتراک بذارن، حتی بعدا اون رو بفروشن. خب این راه دومه. راه اول چیه؟ راه اول همون سیستم متمرکزی که بهتون گفتم تفکر سنتیه بود. شاید جاهای جواب بدم. راه دوم نه، همون تفکر غیر متمرکز غیر سنتیه. یعنی شما یک پلتفرم رو آماده میکنید، غیر متمرکز میکنید. کامیونیتی خب غیر متمرکزن دیگه، هر کی یه جایی نشسته برای خودش. یعنی هیچ کدوم با اون یکی ارتباط نداره، نمیشناسه. مثل پروژه اوپن سورس، هر کی یه بخش رو توسعه میده. حالا اینجا شاید مثلا به اون صورت نباشه، هر کی مدل خودش رو توسعه بده ولی با بقیه به اشتراک میذاره. مثلا ما یکی از این دوستامون مجمل یکی از این خبرگزارا هستن، چند بار مثلا ما با هم صحبت میکنیم، اونا میگه که فلانی یه مثلا مدلی برای ما توسعه بدید که این بتونه برای سهام رو تحلیل بکنه، سهام بورس داخلی کار روزانه‌ای که ما انجام بده. خب ما خیلی صحبت کردیم در مورد این موضوع. نتیجه این شد که من بهشون گفتم آی دکتر، راهش ببین، راه اول اینه که بریم مدل توسعه بدیم یا خودتون توسعه بدید. خب اینقدر هزینه شه، اینقدر زمان میبره، آخر سر هم میبینید که 2 سال دیگه اصلا به کارتون نمیاد، اصلا 6 ماه دیگه به کارتون نمیاد. اما راه دوم اینه که ما این پلتفرم رو توسعه بدیم و شما اونجا از کامیونیتی بخواید، خود کامیونیتی برای شما این ایجنت رو طراحی میکنه، اصلا بخرید از با یه قیمتی. مثلا به جای اینکه شما برید 10 میلیارد تومان هزینه کنید، نمیدونم بالا مثلا 100 میلیون تومان، 50 تومان، نمیدونم عدد نمیتونم بگم، خب با n تومان، به جای اینکه مثلا 100 n هزینه کنید با n تومان، اصلا با n دوم n دهمین رو خرید بکنید. خب اون ایجنت هم هست و روی هر مدلی میتونه استفاده بشه. این ایجنت خاصیتش اینه، این نیستش که شما فقط یه مدل داشته باشید رو همون جواب بده. خیر، یک نوع در واقع تفکره که روی مدل‌های مختلف میتونه جواب بده. یعنی شما میتونید مثلا اینی که شما یک چرخ ماشین رو بتونید رو چند تا ماشین سوار کنید. حالا اگه اون چرخ بم بخوره، این نیست که حتما رو اون ماشین باشه. یا یک کلیدی مثلا شاکل مثلا به همه قفلا بخوره. خب یه همچین چیزی. حالا من خیلی دیگه ساده توضیح دادم. و راهش اینه، یعنی راه اینه که ما از همون اول زمانی که می‌خوایم این کاری انجام بدیم فکر کنیم چجوری میتونیم غیر متمرکزش کنیم. اگه تونستیم غیر متمرکز کنیم خب انجام بدیم. اگه نتونستیم به نظر من باید یکم تردید کنیم. چرا؟ چون ما زیرساختشو نداریم. اگر ما یه شرکت 1000 نفری باشیم شاید بتونیم انجام بدیم. خب یه تیم میذاریم با هزینه‌های زیاد، خب بله اون شاید بصرفه، اونم شاید. ولی وقتی نمیتونیم خب نباید این کارو انجام بدیم. وقتی مشخصه که این آخرش شکسته، خب چرا انجامش بدیم؟ چرا وقت خودمون رو بگیریم؟ به همین خاطر باید از همون اول فکر کنیم، یک راهی پیدا کنیم که اینو غیر متمرکز کنیم
و کامیونیتی باید شریک بشه با شما، همسو باشه، اعتماد بکنه به شما و اگر اعتماد بکنه بهتون کمک میکنه. و خب اینم از کجا میاد؟ از برندسازی میاد. یعنی باید شما زمانی که میگی برند من اینه، از چند نفر رندوم که با این برند کار کردن میپرسی، باید حس خودشون نسبت به این برنده بگن. در مورد مثلا همون گوگل و اوپن ای بهتون گفتم، الان دید نسبت مثلا به اینا میگن مثلا منفی شاید، به مثلا گوگل با اوپن ای شاید مثبت باشه که اینم اخیراً یکم منفی شده به خاطر این بحثی که قبلا اینا نان پرافیت بودن، الان میخوان که سمت در واقع یه شرکت انتفاعی برن. خب در صورتی که اینا از تمام بنفیت ها یا اون منافع غیر انتفاعی استفاده کردن و الان میخوان برن چیکار کنن؟ اینو تغییر بدن. به همین خاطر مثلا این جواب داره منفی میشه. به همین خاطر تو برندسازی مهمه. این برند رو به چه اسمی میشناسه؟ آیا این برند فقط میخواد که پول بگیری از کاربر یا نه میخواد که کار کاربر رو راه بندازه، درآمد خودش هم داشته باشه؟ چون خب میدونی شرکت خب لازمه اصلیش بیزینسه. مثلا شرکتی که درآمد نداشته باشه، یعنی ورودی خروجی با هم دیگه همخوانی نداشته باشه، که اصلا دیگه چه کسب و کاریه دیگه. من یه بحثی هم بود تو توییتر در مورد یو آی سرویس شما که مقداری هم بحث شد سرش. بله. خب یو آی اولی که نقدر درست میدونی یا نه؟ بله کاملا، اصلا ما خودمون واقفیم به این موضوع. دلیلش هم اینه که عرض کردم خدمتتون، ما تیممون محدود نگه داشته شده و واقعیتش اینه که عمدن ما محدود نگه داشتیم. یعنی در مقابل اضافه کردن یک نیروی جدید به شدت محتاط هستیم. یعنی اولویت اینه که اضافه نشه، مگر اینکه واقعیت اینه که مثلا یک شخصی باشه که با اون طرز تفکر، یعنی همون فلسفه کسب و کار درک بشه، فلسفه غیر متمرکز بودن درک بشه و واقعا کار بکنه. خب نه اینکه صرفا این رابطه فقط رابطه کارمندی باشه که مثلا بخواد یه هزینه داده بشه و یه کاری، نه خیر، یه کاری ساخته بشه، یعنی طرف اهل ساختن باشه. و همین خاطر خب چون تیم کوچیک بوده، تمام این طراحی ها با برنامه‌نویس کور اینو انجام داده، یعنی دیزاینر یو آی یو ایکس انجام نداده. یه جاهایی بله قطعا تغییراتی لازم داره و این تغییرات هم تا عید نوروز ان شاءالله انجام میشه و اون کاملا درسته. ولی خب اینکه چه جوری گفته بشه این خیلی موضوع مهمیه. یعنی اینکه مثلا یه زمانی هست یک نفر میاد میگه فلان من استفاده کردم مثلا اینجا خوب بوده، اینجا مثلا مشکل داشته. خب ولی کاملا درست. یه زمانی هست میگه نه اصلا کلا این جمع کنین سایت. خب این شاید کمی خیلی دقیق نباشه و اون موضوع هم سر همین بود. کاملا درسته. بله بحث یو آی و حتی یو ایکس یه تغییراتی لازم داره و حتما این کار انجام میشه. دلیلش هم این بوده که تمرکز صرفا رو زیر ساخت بوده واقعیتش. یعنی اینکه یه نفر میاد استفاده میکنه گیر نکنه داخل سایت، این رندرش خیلی مثلا روون باشه، قطع و وصل نشه، نمیدونم رو مثلا بعضی سیستم عاملا میبینی بالا نمیاد، رو بعضی گوشی‌ها بالا نمیاد. خب تمرکز رو این بوده که اینا حل بشه. اول اینا حل بشه. مثل اینه که شما یه ماشین میخوای بخرید، خب آیا این ماشین فنیش سالم باشه بهتره یا اینکه مثلا بدون رنگ باشه بهتره؟ خب یه زمان یه نفر هست میگه که نه من میخوام ماشینه فقط ظاهرش سالم باشه. یه زمان یه نفر هست میگه نه من میخوام با این ماشین مسافرت برم. خب فنیه مهمتره. حالا یه درش هم رنگ داره ایراد نداره، اونو بعداً میریم تعویض میکنیم. ولی فنیه تو جاده منو نگه نداره، تو گردنه منو نگه نداره. خب این داستان هم همین بوده. یعنی رو اون هسته اصلی زیر ساخت. چرا؟ چون یه موضوع دیگه ای هست تو کسب و کار. ما الان شروع میکنیم، فرض کنیم الان شروع کردیم. خب ما ویژن داریم که مثلا به 10 میلیون کاربر برسیم. مثال میگم، نه من، همه، مثلا من نوعی میخوام به 10 میلیون کاربر برسم. خب از همون اول باید زیر ساخت رو طوری آماده کنم که بعداً قابل در واقع اسکیل کردن باشه، بشه این رو گسترش داد، که بعداً به 1 میلیون 2 میلیون کاربر که رسیدی متوقف نشه یا مجبور نباشی زیر ساخت رو تغییر بدی. خب این خودش زمان بره. مثلا داستان آمازون همینطوری بوده. جف بزوس زمانی که فکر کنم سال 2000 اینا فکر کنم سال 2003 قرار بوده که اون سیستم AWS رو در واقع راه اندازی بکنن، با اصرار خود جف بزوس 1 تا 2 سال دقیقاً نمیدونم، بین 1 تا 2 سال این تعویق میفته. یعنی خیلی اصرار میکنن که باید حتما استارت بزنیم، میگه نه باید حتما اون زیر ساخت ما قابل اسکیل باشه. الان AWS هر کسی کار میکنه اصلا یه سیستم بسیار کلا واقعا رقیب نداره، ابری رو تغییر داده. خب دلیلش چی بود؟ دلیلش همون 2 ساله بوده که اون اول. خب ببینید ما الان نگاه میکنیم میگیم کار درستی انجام داد، ولی شما تو اون پایه که 5 سال بعد نمیتونستی ببینید، الان نمیتونستید ببینید. اون تفکره که ریسک پذیر بوده
و میدونسته که در آینده چه اتفاقی میخواد بیفته و اون درست بوده. اگر اون 2 سال اگر مثلا صبر نمیکردن زودتر استارت میزدن، شاید الان نمیتونست این همه کاربری که داره هندل بکنه. مثلا AWS یه سیستم خیلی واقعا پیشروی داره، این همه سرویسی که داره، از اینکه 200 تا سرویس مختلف داره ارائه میده، هیچ باگی هم داخلش نیست. شما در استفاده، ما خودمون استفاده میکنیم دیگه. و دلیلش اونه. پس این تصمیمات سختی باید گرفته بشه که این تصمیمات سخت حدود 90% باش مخالفن و تعجب میکنن فلان شما چجوری این کارو داری انجام میدی، اصلا منطقی نیست. مثلا شما این کاری تو کسب و کار انجام میدی، همه میگن اصلا مگه میشه تو این کار انجام بدی، اصلا نمیصرفه، چجوری داری این کار انجام میدی. خب این طرز تفکره، گفتم اون مسیر عادی که وجود داره، ما اگه بخوایم همون مسیر عادی رو بریم، واقعیتش اینه که نمیتونیم رقابت کنیم. منظورم در فضای بین‌المللی باید مجبور شیم یه سری میانبر پیدا کنیم. خب میانبر ممکنه بریم به بنبست بخوریم، ممکنه نه بریم به هدف برسیم. خب حالا ما یا مخاطب اگه بخوایم نقدامون رو به سیستم بگیم چجوری باید بگیم؟ خیلی ساده، ایمیل هست، از طریق ایمیل میشه ارسال کرد. خب سریع پاسخ داده میشه، خودمون چک میکنیم. داخل حالا شبکه اجتماعی هم خب فعالیت داریم، همیشه هستیم و راحت با خودمون میشه ارتباط داشت. و واقعیتش اینه که خیلی از تغییراتی هم که انجام دادیم با همین پیشنهادی بود که کاربران داشتن و این میگم همون کامیونیتی تشکیل دادن و غیر متمرکز شدن است. شما فرض کن داخل کسب و کاری خب بخواید خودتون همه چی رو بررسی کنید که من مثلا فلان جا اشکال دارم، فلان جا باید رفع کنم، اصلاح کنم. خب این خودش یه نفر میخواد یا یه تیم میخواد. ولی یه زمان کامیونیتی تشکیل میدی، این کامیونیتی با شما همراهه، خودش میاد میره همه جا رو میگرده، میگه مثلا اینجا به اصلاح بشه، حتی پیشنهاد میده، مثلا میگه اینو اینجوری اصلاح کنید. خب شما چقدر زمان صرفه‌جویی میکنید؟ این یکی از روشایی که میشه با تیم کوچیک کارهای بزرگ انجام داد. بسیار خوب. شما به عنوان کسی که کسب و کارش تو حوزه هوش مصنوعیه، خودتون از هوش مصنوعی برای توسعه کسب و کارتون استفاده میکنید؟ اصلا سازمان‌ها و شرکت‌های دیگه میتونن این کارو بکنن؟ اینو دارم تاکید میکنم روی نکته که شما خودتون یه تیم کوچیکید در مقایسه با یه سازمانی که بالاخره منابع زیادی داره و نیروهای زیادی داره، خب شاید نیاز نداشته باشه. ولی آیا کسب و کارهای کوچیک میتونن استفاده کنن از هوش مصنوعی؟ بله، ببینید در آینده همین الانش هم داره اتفاق میفته در همه جای دنیا. فرض کنیم ما قبلا می‌خواستیم یه شرکتی رو راه اندازی کنیم، هر کسی می‌خواست راه اندازی بکنه. خب این تعداد زیادی تیم لازم داره دیگه، یعنی همه جا این داستانه بوده. اما در زمینه AI خیلی ها معتقدن که در آینده شاید اصلا یونیکورن های به وجود بیان که با تعداد خیلی کوچیک این یونیکورن شکل گرفته باشه. خب یعنی مثلا 10 نفر باشه. حالا بعضی میگن تک نفره که نمیدونم شاید، ولی مثلا 10 نفر 20 نفر شاید منطقی باشه. چرا تک نفر هم داشتیم، مثلا سیلک رود. بنده خدا کاره. بنده خدا کاره. نه واقعا یه نفره بوده دیگه، یعنی در واقع فاوندر اصلی و فکر میکنم میشه گفتش کسب و کار یه نفره بوده که آره میخوام عمومیتش رو بگم، مثلا شاید استثناءاتی بوده دیگه، اما عمومیت بخوایم بگیم مثلا یک نفر بخواد وجود داشته باشه، فقط خودش یک نفر باشه، بخواد بعداً یونیکورن تشکیل بده، نمیدونم، ولی مثلا میشه 10 نفر 20 نفر، یه تعداد کمتر. اصلا ببین باز عدد نگیم، تعداد کمتر، با تعداد کمتر بله میشه به یونیکورن رسید. اصلا یونیکورن به شرکت بزرگتر رسید، به اون جایگاهی که قبلا میرسیدن. استفاده از خود ابزار هوش مصنوعی برای کسی که دارن کار میکنن اگه درست انجام بشه خیلی میتونه کمک کننده باشه واقعیتش. اما یه چیزی بگم، در کسب و کارها یعنی الان خود این مدل ها واقعیت اینه که به جایی نرسیدن که مثلا بیان یک کسب و کار 0 تا 100 بخوان راه اندازی بکنن، هنوز به اونجا نرسیده. یعنی خیلی جاها هنوز مشکلات دارن، یعنی طرف مثلا اون مدل یه کدی رو مینویسه، بعد خود تولید کد مثلا 1 دقیقه طول میکشه، این دیباگ کردنش مثلا چند ساعت طول میکشه. الان اینو مثلا بعضی جا تو در واقع شبکه اجتماعی به شوخی میگن، به طنز میگن مثلا من یه کدی رو نوشتم تو 5 دقیقه، فقط 4 ساعت نشستم اینو دیباگش کردم، اینو مثلا AI تولید کرده بود. آره این مشکل هست فعلا. خب اما طی چند سال آینده این مسئله برطرف میشه. خیلی از این مدل ها چون هم کانتکست لنث بالا میره، هم قدرت تفکر دارن پیدا میکنن، یعنی الان دارن و قوی تر میشه، و هم اینکه خب اون مدل ها از دیتاهای جدیدتری که خودشون تولید کردن استفاده میکنن، در کل باهوشتر میشن، میتونن خیلی کمک کنن به کسب و کارها، طوری که مثلا 90% یک کسب و کار رو مدل اصلا AI میتونه هندل بکنه. و در آینده حتما تعداد کسب و کارهایی که به سطح‌های بالا میرسن با تیم‌های کوچیکه. خب یک اینه که اون تیم هزینه بسیار پایینی داره، یعنی خود همین هزینه بسیار پایین باعث میشه اون درآمد ذخیره بشه و برای به عنوان پشتوانه اون کسب و کار
قرار بگیره. مورد بعدی که تیم کوچیک قابلیت تغییرات سریع داره و خب همدلی بیشتری داخل اون تیم هست، یعنی همه دیگه رو میشناسن. شما توی کمپانی 500 600 نفره چند نفر با اون مدیر ارتباط دارن یا اون مدیر با چند نفر ارتباط داره؟ شاید تعدادشون کم باشه دیگه. اما در یک شرکتی که مثلا 10 نفرن همه، خب همه مستقیم با مدیر ارتباط دارن دیگه. خیلی از پست ها حذف میشه، خیلی از جایگاه حذف میشه، اونجا شاید نیاز نداشته باشن بهش و خود AI میتونه جایگزین بشه. خب شاید این زنگ خطر باشه برای خیلی از کسایی که میخوان در واقع در آینده کار کنن، شاید هم یه نقطه مثبتی باشه برای کسب و کارها. اما حالا من جای مقاله مطالعه می‌کردم گفته بود که تا سال 2030 اون شغل‌هایی که AI به وجود میاره بیشتر از اون شغلایی که از بین میبره. این هم حالا یه به اصطلاح بحثیه که شکل گرفته دیگه. خب ما یه خبرنگار داریم از آینده، می‌خوایم باش ارتباط بگیریم. آماده اید؟ بله در خدمت. خبرنگار آینده، ما در خدمت شما. سلام. ما در میانه یک انقلاب بودیم، ما خیلی ها اونو دست کم گرفتند. در 2025 شرکت ها، دولت ها و حتی مردم هنوز باور نداشتند که هوش مصنوعی قرار بازی رو برای همیشه تغییر بده. اما ما که حالا در 2050 ایستاده ایم، بهتر از هر کسی میدونیم که این تغییرات بیرحم بودند. هوش مصنوعی از یک فناوری به یک زیربنا تبدیل شد. اونایی که آماده بودن اوج گرفتن، اونایی که تردید داشتن سقوط کردن. در ابتدا مدل‌های هوش مصنوعی فقط ابزارهای کمکی بودند، اما خیلی زود کنترل رو به دست گرفتن. دیگه خبری از کارهای تکراری نبود. هوش مصنوعی از پزشکان گرفته تا مدیران اجرایی رو کنار زد. در دهه 2030 اولین موج بیکاری گسترده متخصصان سنتی رو در بر گرفت. مشاغلی که فکر می‌کردیم تا همیشه انسانی باقی میمونن، یکی پس از دیگری نابود شدن. اما این فقط آغاز ماجرا بود. در دهه 2040 مدل‌های خود تکاملی متولد شدن، دیگه نیازی به انسان‌ها برای آموزش نبود. این مدل‌ها خودشون داده تولید می‌کردن، خودشون یاد می‌گرفتن و خودشون تصمیم می‌گرفتن. اونا دیگه ابزار نبودن، بلکه شریک، رقیب و حتی تهدیدی برای انسان‌ها شدن. همه کشورها فرصت برابر نداشتن، اما برخی تونستن خودشون رو از بحران نجات بدن. ایران در 2030 با یه دو راهی روبرو شد: یا در بازی بمونه یا برای همیشه مصرف کننده فناوری دیگران باشه. در ابتدا شرکت‌های بزرگ ایرانی مثل بسیاری از شرکت‌های سنتی جهان در برابر تغییر مقاومت کردند. اما استارتاپ‌های کوچک جسورانه وارد بازی شدند. اونا فهمیدن که باید مدل‌ها و اپلیکیشن‌های بومی بسازن و داده‌های داخلی رو پردازش کنن که دقیقاً نیازهای ایران رو برطرف کنه. این شرکت‌های کوچک در یک دهه غول‌های سنتی رو بلعیدند. اما بسیاری از شرکت‌های محتاط نابود شدند. اونایی که در 2030 حاضر نشدن روی هوش مصنوعی سرمایه گذاری کنن، دیگه در 2040 وجود نداشتن. ریسک نکردند، جا موندن و حذف شدن. استارتاپ هایی که جرأت کردن روی هوش مصنوعی سرمایه گذاری کنن، به قدرت های جهانی تبدیل شدن. شرکت هایی که گفتند هنوز زوده، در تاریخ دفن شدن. ما دیگه در دنیایی زندگی نمی کنیم که انسان ها تصمیم گیرنده اصلی باشن. ما با هوش مصنوعی همزیستی می کنیم، اما این همزیستی یک توافق دوستانه نبود، بلکه یک نبرد برای بقا بود. به نظر شما برنده این بازی تو آینده کیه؟ شرکت‌های کوچیک، شرکت‌های بزرگ؟ بستگی داره. یعنی دو تا موضوع هست. یکیش اینه که بعضیا میگن این شرکت‌های بزرگ اینقدر پیشرفت میکنن، به همه چی تسلط پیدا میکنن و بازی رو دست میگیرن. مثل اتفاقی که برای مثلا گوگل و آره خب بعضی هم هستن میگن نه، پروژه اوپن سورس اینقدر قدرت میگیرن که بازی رو از دست اونها خارج میکنن. به نظر من همین اتفاق میفته. یعنی پروژه اوپن سورس با توجه به اتفاقی برای دیپسیک افتاد، پروژه های اوپن سورس قدرت رو میتونن بگیرن از این کمپانی بزرگی که به صورت کلوز سورس دارن کار میکنن. و این حالا موضوعی که گفته شد به نظر من همون بازی حذف و اضافه است. یعنی طی 5 سال 10 سال آینده تکلیف خیلی ها مشخص میشه، خیلی ها حذف میشن و خیلی ها اضافه میشن و اونایی که اضافه شدن ماندگار میشن به نظر من. یعنی بعد از یه مرحله دیگه این بازی تموم میشه، حذف و اضافه، اون ماندگاری میمونه. مثلا اتفاقی برای نوکیا افتاد، حذف شد از بازی و جایگزین پیدا کرد و الان دیگه نمیتونه بازی برگرده. این اتفاق هم در AI میفته شدیدتر. چرا؟ چون AI کل زیرساخت‌ها رو تغییر میده، کل زندگی انسان‌ها رو تغییر میده. مثلا نوکیا یک تلفن همراه بود،
یه استفاده خاصی داشت. اما AI اینطوری نیست. در همه جا میتونه، چه AI چون یک زیر ساخته که در همه جا میتونه استفاده بشه، مثل برق. و اونایی که میمونن در بازی بازار رو دست میگیرن، دیتا رو هم دارن که از همه مهمتره. و خب خیلی از اتفاقات میتونه بیفته. یعنی صرفا این نیستش که یه ابزار خاصی باشه بشه از اون استفاده کرد، یا این که مثلا اون شرکت صرفا بیاد یک ابزاری رو بخواد بفروشه یا مثلا سابسکرایب بفروشه. صرفا این نیست. بازی بزرگتر از این میشه و همون بازی حذف و اضافه است به نظر من. اولیه خارج از ایران شکل گرفته، درسته؟ بله. شما هم مستقرید خارج از ایران. بله. شما که تجربه راه‌اندازی استارتاپ خارج از ایران رو داشتید و احتمالاً اونجا ارتباط داشتید با استارتاپ‌های دیگه، چه تفاوتایی می‌بینید بین استارتاپ‌های داخلی و خارجی؟ تفاوت که واقعیت زیاده. البته اینو من اولش بگم که ما داخل ایران هم خب استارتاپ‌های خوب کم نداریم واقعیتش. یعنی من معتقدم که یک فضای مثبت کاذب و منفی کاذب شکل گرفته که اینا جفتش یه خورده از واقعیت دوره. یه خورده، حالا به لحاظ مثلا تکنیکی میشه صحبت کرد. داخل ایران هم خب استارتاپ خیلی خوبی داریم، اما خب تفاوت اینه که خارج از ایران بیشتر بر روی زیرساخت تمرکز میشه. زیرساخت یعنی اون زیرساختی که میخواد شکل بگیره در هر زمینه‌ای. مثلا در کشور امارات هر کاری که میخواد انجام بشه، شما مثلا یه کاری میخواد انجام بدید، میبینید که زیرساخت‌ها آماده است. یعنی اون کاری که میخواد انجام بشه خیلی ساده‌تر انجام میشه، راحت‌تر، دسترسی بهش راحت‌تره و کسب و کارها هم بیشتر به این سمت رفتن که این دسترسی رو راحت بکنن. و خب همون موضوع تغییر تفکر هم هستی که چون اونجا خب شاید در مورد مثلا بحث امنیت اقتصادی هم اثرگذار باشه. شما زمانی که اون امنیت اقتصادی رو درک بکنید، راحت‌تر برای 5 سال آینده میتونید برنامه‌ریزی بکنید. ولی زمانی که این امنیت یه خورده احساسش پایین‌تر باشه، شما به جای 5 سال میگی من 2 سال آینده‌مو فقط پیش بینی بکنم. به همین خاطر خب باعث میشه ساختارها تغییر بکنه. اما در داخل ایران ما استارتاپ خیلی خوبی داریم. اسنپ، دیجیکالاس کارهای واقعا خیلی خوبی انجام دادن و اینجوری هم نیستش که مثلا اتفاق نیفتاده باشه. معتقدم که با توجه به این که AI میتونه از مرزها عبور کنه، یعنی AI تکنولوژی که راحت میتونه از مرز عبور کنه. شما صرفا برای پردازش نیاز به کارت گرافیک دارید، خب هرچند اون در واقع مسائلی داره برای تهیهش، ولی خب لزومش این نیست که مثلا یک شرکت کوچیکی بخواد استفاده بکنه میتونه اون سخت افزار رو تهیه بکنه. چون از مرزها عبور میکنه راحت‌تر میشه بهش دسترسی پیدا کرد. یعنی این جهانی شدن زودتر اتفاق میفته تا اینکه مثلا یک تکنولوژی سخت افزاری، خب تکنولوژی سخت افزاری شاید اون کشور اصلا صادر نکنه به فلان کشور، خب این دسترسی سخت تره. اما در AI چون سرعت بالاتره، دسترسی راحت تره، در داخل ایران هم کسب و کارها میتونن با یک فاصله به نسبت کشورهای دیگه در همین زمینه کار بکنن و به نظر من AI کار رو راحت تر میکنه برای ما ایرانی ها حداقلش. یعنی من احساس میکنم که هم بلاکچین، سیستم بلاکچین و هم سیستم AI، این دوتا یک نوع عدالت رو میتونن در دنیا گسترش بدن. این سیستم بلاکچین اومده هر کسی در هر جای دنیا باشه، در هر کشوری باشه، در یک کشور آفریقایی هم باشه که به سختی به اینترنت هم دسترسی داشته باشه، میتونه از مزایایی که مثلا سیستم بلاکچین داره استفاده بکنه. و اون کسی هم که در یک کشور پیشرفته وجود داره میتونه این کار انجام، دو نفر به یه اندازه به ظاهر میتونه استفاده بکنن. هوش مصنوعی هم همین داستانه، AI همین داستانه. اون مدل های اوپن سورسی که وجود دارن، اون شخصی هم که در اون کشوری که عرض کردم شاید در هر کشوری میتونه از همون مدل استفاده کنه، اون کسی در یک کشوری میتونه از همون مدل استفاده بکنه، صرفا نحوه تغییرشه. پس به نظر من این دو تا مدل چون باعث ایجاد گسترش عدالت میشه، ما ایرانی ها هم چون یه خورده خب دوریم از فضای بین الملل، راحت تر میتونیم این رو جبران، اون فاصله رو جبران بکنیم. واسه میانبر است دیگه. و تفاوت اونجا در زیر ساخته. ما در ایران بیشتر روی به نظر من زمینه مارکتینگ تو کسب و کارها کار کردیم که این یک نقطه ضعف به نظر من. نمیخوام بگم کار نشه رو مارکتینگ رو تبلیغات، خیلی باید انجام بشه، اما نسبت مهمه. یعنی ما زمانی باید یک تبلیغات برای یک محصولی انجام بدیم یا هزینه کنیم برای مارکتینگ که اون محصول حد اکثر جذب داشته باشه، حد اکثر جذب داشته باشه. و اگر محصول واقعا محصول درستی باشه، محصول با کیفیتی باشه، هزینه تبلیغات و مارکتینگ به شدت پایین میره، به خصوص مارکتینگ. تبلیغات جداست.
به خصوص مارکتینگ هزینه‌اش به شدت پایین میاد. به نظر من این نقطه ضعفی که در ایران داریم اینه که ما باید بیشتر روی محصول تمرکز کنیم تا صرفا روی مارکتینگ و تبلیغات. این یه تفاوتی که به نظر میشه حلش کرد. دیگه دست خودمون انجام بدیم. خب شما گفتید که خارج از ایران مستقرید و اولیه‌ای هم در واقع خارج از ایران شکل گرفته. سروراتون کجاست؟ سرورایی که برای پردازش انجام میشه خب در خارج از ایرانه. در واقع سیستم‌های ابری مختلفی که داره پردازش میشه و میزبانی میشه و خب در سایت مختلفی از AWS استفاده میکنیم، مایکروسافت استفاده میکنیم و برای خب دامنه هم از کلودفلر استفاده میکنیم که کلودفلر خودش یک نسخه انترپرایز داره برای حفاظت از در واقع ورود بات ها که خیلی کمک کننده از واقع، یعنی خیلی کمک میکنه و خیلی از در واقع بات هایی که میخوان وارد بشن رو جلوگیری میکنه برای مثلا حمله سایبری چیزی باشه. یعنی شما یه دیتا سنتری یا یه مرکزی که سرورهای خودتون اونجا باشه رو ندارید؟ نه، ما سرور خودمون استفاده نمی‌کنیم، یعنی زیرساخت فیزیکی نداریم و از زیرساخت ابری استفاده می‌کنیم و خب خارج از ایران و البته اخیراً برای کسایی که از در واقع بخش API میخوان استفاده بکنن با توجه به اینکه گاهن شاید اختلال در اینترنت باشه یک نسخه در واقع زیر دامنه‌ای برای داخل تهیه کردیم. اگر زمانی که اینترنت اختلال داشته باشه میتونه از اون استفاده بکنن و از سرور داخل استفاده میشه. ولی خب یعنی معنی پلی که بین دقیقاً برای بعضی وقتا مثلا طرف خودش بخواد استفاده بکنه ولی اون دامنه اصلی خارج از کشور. حالا در مورد کاربران حقیقی به کنار، در مورد کاربرایی که سازمانی دارن از شما استفاده میکنن نگران داده هاشون نیستن؟ خب بحث اصلی که سازمان دارن همینه، یعنی همون اول که تماس میگیرن میگن که خب بحث مثلا حریم خصوصی اطلاعات. خیلی از سازمانایی که دولتی به خصوص تماس میگیرن اصلا پیشنهاد ما اینه از همون اول که شما اصلا استفاده نکنید، یعنی چه از پلتفرم های واسط استفاده نکنید. مثلا پیشنهاد شخصی خود ماست به سازمان هایی که شاید مثلا اطلاعات حساس دارن یا نهادهای دولتی دارن. پیشنهاد اینه که کلا از پلتفرم های کلوز سورس یا پلتفرم های واسط مثلا خود اوپن ای آی یا مستقیم از اوپن ای آی یا مثلا از طریق اول ای آی، خب توصیه شخصی ما اینه که استفاده نکنید. چرا؟ چون حفاظت از داده مهمترین مسئله است و در آینده هم چون بحث دیتا گسترش پیدا میکنه، یعنی زندگی روزمره دیگه میره داخل همین مسائل. خب به همین خاطر حساسیت خیلی زیاد میشه و خب ما هم به عنوان یک کسب و کار با این حساسیت رو درکش بکنیم، یعنی خودمون به عنوان یک شخص اینو درک بکنیم. به همین خاطر توصیه اینه که انجام نشه از در واقع مدل‌های اوپن سورسی که وجود داره خودشون استفاده بکنن. اما خب برای سازمان‌های مثلا شخصی که میخوان استفاده بکنن، برای مثلا استارتاپ‌های مختلفی که استفاده میکنن، بله این سوال میپرسن ولی خب واقعیت اینه که ما این مسئله رو حل کردیم براشون. مثلا در بخش API داده ها ذخیره نمیشه کلا. یعنی شما ذخیره نمیکنید؟ مطلقاً. به عنوان سرور واسط این کار انجام نمیدید؟ خیر در حد یک لاگ گرفته میشه کمتر از 24 ساعت برای اینکه یک زمانی مشکلی مسئله پیش بیاد در حد 24 ساعت اون لاگ دسترسی بهش داشته باشه خود اون سازمان و بعد از اون کلا حذف میشه. در بخش چت ها هم که یک ماه نگهداری میشه به خاطر مسائل قانونی که وجود داره، ولی خب چون ما کلا توسعه مدل رو متوقف کردیم هیچ استفاده از داده نمیکنیم. استفاده از داده بعد زمانی که شما بخواید یه مدل توسعه بدید. ما یک سال پیش کلا توسعه مدل رو متوقف کردیم و از داده هم خب واقعا استفاده نمی‌کنیم در بخش گفتگوها. در بخش API که کلا ذخیره نمیشه. خب توصیه‌تون برای کاربرایی که دارن استفاده می‌کنن، کاربرای معمولی، بالاخره فایل آپلود می‌کنن، سری اسناد رو میدن، توصیه شخصیتون چیه بهشون؟ توصیه نوشتیم، همون جایی که میخوان فایل آپلود کنن داخل شرایط مقررات نوشتیم که از آپلود فایل‌های حساس و اطلاعات حساس جدا خودداری فرمایید. مثلا اطلاعات حساس چی میتونه باشه؟ اطلاعات شخصیه. مثلا فرض کنید یک نفر داخل بیمارستان داره کار میکنه، خب میخواد اطلاعات اون بیمارانی که وجود داره رو فایلش رو آپلود کنه، بعدش تحلیل کنه. خب داخل این فایل اسم بیمار هست، نمیدونم شمارش هست، شماره تلفنش هست، خیلی از اطلاعات هست، کد ملیش هست. اینا رو نباید آپلود کنن. یعنی واقعیت اینه که ما خودمون میگیم آپلود نکنید، این اطلاعاتی که شخصی برای دیگران آپلود نکنید. حالا یه زمانی هست شما مثلا دانشجویی هستید میخواید یه مقاله مثلا آپلود کنید، دیتاهای آزمایشگاه این متفاوته، یا مثلا دیتاهای بدون لیبل، شما مثلا اسم و فامیل نیست داخلش، یا نمیدونم مثلا کد ملیش نیست، مثال دارم میگم، حالا این مصداقی میگم، مثال دارم میگم. خود اون شخص باید تشخیص بده که این دیتا آیا دیتای حساسی هست یا خیر. میتونه آپلود کنه، ما مسئله نداریم، ولی توصیه ما اینه که این کار انجام نشه. یعنی از همون اول جلوگیری بشه از این دیتاهای حساسی که میخواد وارد بشه که بعدا مسئولیتی برای اون شخص داشته باشه نه برای اون کسب و کار داشته باشه. و خب واقعیت اینه که در همه جا باید این رعایت بشه، یعنی مستقیم از اوپن ای استفاده بشه، از گوگل استفاده بشه، خود ما هر کسی بخواد استفاده بکنه باید سعی کنیم که دیتاهای حساس رو واقعیت اینه آپلود نکنیم.
چون ممکنه که اون پلتفرم مثلا اوپن ای آی بعداً برای توسعه مدل‌هاش استفاده بکنه که میکنه قطعاً. یعنی تمام مدل‌هایی که دارن توسعه میدن، یعنی هر کسی که داره مدل توسعه میده خود دیتا لازم داره دیگه. خود اوپن ای آی از همین مدل‌ها استفاده میکنه، یعنی از همین در واقع دیتا ها استفاده میکنه. هر کسی که بخواد مدل توسعه بده دیتا لازم داره. حالا این دیتا یا باید واقعی باشه یا اینکه باید مصنوعی باشه که استفاده میکنن. ولی خب ما خودمون در داخل اول ای آی چون که هیچ مدل توسعه نمیدیم و واقعیت اینه که برنامه‌ای هم نداریم، در نتیجه دیتا ها رو اصلا استفاده نمی‌کنیم و ذخیره هم نمیشه. مرسی که وقتتون در اختیار ما قرار دادید. اگه بخواید یه مهمون پیشنهاد بکنید برای پرامپت، کی رو در نظر دارید؟ سوالتون سخت بود. نمیدونم واقعیتش. ولی خب به نظرم همین برنامه‌ای که دارین اجرا می‌کنید در زمینه آگاهی سازی در مورد هوش مصنوعی و حالا کسب و کاری که به همین مربوطه، چه مستقیم چه غیر مستقیم، افرادی که فعالن دارن کار میکنن و میتونن که حالا در مورد خودشون در مورد کسب و کارشون صحبت بکنن، به نظر من میتونه مناسب باشه. اما که کی باشه واقعیتش نمیدونم. بسیار عالی. مرسی از شما که وقت گذاشتید. در خدمتتون هستم. میتونید نسخه ویدیوی پرامپت رو از یوتیوب و نسخه‌های صوتی اون رو از طریق پادگیرها ببینید و بشنوید.